درود به همه آنهایی که بی‌صبرانه درس نوبتی ما را انتظاری کشیدند. فرزانه هستم با شما در یوتیوب کانالی لایف استایل 인 코리아. 안녕하세요. 오늘 함께 한국어를 배우겠습니다. چگونه که در درس پیشین فهمانیدم الفبای زبانی کره از 40 حرف عبارت است. 21 تا صدانک و 19 تا همصدا. ما علاقه صدانک ها را گذاشتیم. آنهایی که ندیدن درس های گذشته را می توانند در کانال ابونه شده درس ها را آموزند. حالا باشد همصداها را می آموزیم. همصداها 14 تایشان عادی می باشند و 5 تایشان همصداهای مرکب. حالا باشد ما اول همصداهای عادی را می آموزیم. خوب حرف یکم کیوک کیوک کیوک. حرف کی هم گ خوانده می شود و هم که. در هر مورد هر خیل هم گ خوانده می شود و هم که. برای همین با دقت باشید. کی کی کی. با زبان تاجیکی گوش. خوب این حرف باشد نین نین نین. این حرفی نمی باشد. با مانند حرف تاجیکی خودمان نه خوانده می شود. نون 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 نون. این با زبان تاجیکی چشم می شود. خوب این حرفش باشد دیگد دیگد دیگد. یعنی این حرف دیگد هم د خوانده می شود و هم ت. در هر مورد هر گونه تلفظ کرده می شود. دراما دراما دراما. ترجمهش دراما می باشد. دراما. با فکرم معنای دراما را بسیاری هاتون می دانید چون که دراماهای کореگی بسیار تماشا می کنید. آینده درباره دراماهایشان درباره اکتور و اکتریسه هایشان نیز برنامه های جالب می کنم. خب درس را ادامه می دهیم. این حرف باشد ریل ریل ریل. تلفظش هم ر خوانده می شود هم ل. رامیون 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 رامیون. رولتونی کореگی می باشد. کореگی ها بسیار نغز می بینند این خوراک را. خیلی تیزی با مزه است. آینده وقتی آمدید حتما چشید. خوب این حرف باشد میم میم میم. تلفظش می باشد با مانند حرف تاجیکی خودمان می. مول 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 مول. این ترجمهش آب می باشد. خوب این حرف باشد بیب بیب بیب. تلفظش هم ب و هم پ خوانده می شود. بانانا بانانا بانانا. این معنیش بانان می باشد. سیت سیت سیت. هم سه خوانده می شود. این چونین ش. ساتنگ ساتنگ ساتنگ. این شیرینی می باشد یعنی کنفت. خوب این حرف باشد ایینگ ایینگ ایینگ. این ایینگ است. هنگامی که ایینگ پیش از صدانک آید یگان صدا را ایفاده نمی کند اما بعد از صدانک آید صدای انگ را ایفاده می کند. خیلی که قید کردم وقتی که ایینگ پیش از صدانک آید یگان صدا را ایفاده نمی کند. اویو اویو اویو. این معنیش شیر می باشد. خیلی که قید کردم هنگامی که ایینگ بعد از صدانک آید صدای انگ را ایفاده می کند. انگب انگب انگب. ترجمهش تعجیل می باشد یعنی اکسترنی. تیت تیت تیت. تلفظش هم چه خوانده می شود و هم چه. چاجانگا چاجانگا چاجانگا. معنیش ولسپید. خب این حرف باشد چیت چیت چیت. تلفظش چه می باشد.
چه چسو چسو چسو. ترجمهش سبزوات است. خب این حرف باشد کیوک کیوک کیوک. تلفظش کی سخت. کامپیوتر کامپیوتر کامپیوتر. این کامپیوتر. این حرف باشد تیت تیت تیت. تلفظش تی سخت است. توماتو توماتو توماتو. ترجمهش پمیدور. این حرف باشد پیپ پیپ پیپ. تلفظش پی سخت. پودو پودو پودو. معنایش انگور. خوب این حرفش باشد هیت هیت هیت. تلفظش همه باشد هنل هنل هنل. معنایش هوا. خوب دوستانی عزیز، اینجا می رسیم به فرجام درس. با آنهایی که درس پسند آمد خیلی شدم. خوب فکر و عقیده هایتان را حتما در کامنتاری نویسید که درس با شما پسند آمد یا نه. خیر تا درس آینده. 여러분 더 만나요. 안녕.